حالا میگه نحوه بستن پیچ‌های سرسیلن. اول همه پیچ‌ها رو به طور حلزونی، ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفر میکنید. به طور حلزونی 6 کیلو صفر میکنید. بعد دوباره به همین شکل حلزونی 6 کیلو رو شل میکنید. این برای چیه؟ برای اینکه واشرتون یه بار بشینه تو جاش، اون مقدار حجمی که میخواد پرس بشه رو پرس بشه، اورینگا بره پایین، حالا هر اتفاقی میفته بیفته. بعد شروع میکنید مجددا پیچا رو باز به همون روش 2 کیلوگرم به اضافه 107 درجه صفر میکنید. یعنی 2 کیلو میکشید، ترکمنتون 2 کیلو شد، از اونجا به بعد آچار درجهتون رو صفر میکنید، 107 درجه میکشید، دوباره یه 100 درجه دیگه و یه 100 درجه دیگه. حالا ببینید من بهتون گفتم درجه بودن یه دلیلی داره. بعد شما اینو